تاجیکستان در دهها سازمان منطقه‌ای بین المللی و نهادهای بین المللی مالیوی عضویت داشته همراه با دیگر کشورها در حل و فصل مشکلات سیاره سهمی باسزا می‌گذارد. کشور ما با تکیه به تجربه صلح آفرین خود از راه مذاکرات و مشورت‌ها در حل نزاع‌های بین المللی فعالانه سهم می‌گذارد. در این راستا تاجیکستان به گسترش رابطه‌های همه‌جانبه با همسایه‌های نزدیک یعنی کشورهای منطقه آسیای مرکزی و شریکان استراتژیکی خود اهمیت اولین درجه می‌دهد. ما در صف پیش مبارزه جامعه بین المللی با تروریسم و افراطگرایی، تندگرایی، جنایتکاری متشکل فراملی و معاملات غیرقانونی مواد نشه‌آور قرار داشته جهت تأمین صلح و ثبات سرتاسری با شریکان خود و سازمان‌های بین المللی و منطقوی پیوسته اقدامات ضروری مشترک را راه اندازی می‌نماییم.